رجبالی بچه من کور شدم دیگه. مادری من حق حقوقی نداره که یک اوی تارتش بدی. Kampire ay isnişte usış nazdiktar ayda. Uf. Kelin. Kelin. O Kelin. لبای آخه بیام این رشته دستوزن گذارون چشمم دیگر نمیبینه. خدا گیره چشم کوری من دیگر نمیبینم. کار دارم خلا. دلم تنگ شد آخی. در چشمم دیگر کور کرده دیگر نمیبینم آخی. کار دارم خلا. اوچه جونی ما با همی کاراتون ها اوچه من 1000 بار میگم که اوچه جان ببروین همه هوای توزه در دم بگیرین استراحت کنین اگر رو تا تماشا کنین یک بروین همسایه قد یک 4 تا صحبت کنین میوین کورپاچه را میگیرین میدوزین کرتا را میگیرین میدوزین تالی نمیگیرین بیا چی میکنین وقتی دمگیری تو نه اوچه جونی من آیم چیکار کردستین رجبالی بچه من کور شدم دیگر نمیبینم کسالی قن مرا کور کرده بچم دیگر رشته دستوزن انداختن نمیتون بیا ما میگذارم اوچه جون کسال مرا کور کرده کسالی قن اوچه جان 100% خداوند عمرتون دراز کنه یگان کمبودی ندارین اوچه این آزی من خدا میگذارم فقط شما زیقی نکنین جانم شوین نمیبینم دیگه ای درد کوری کور کرده من. نه من رشته رای سوزن نمیگذارم چون دلی مادرم برای نابینا شدنش میشکنه برای جوانی شاید دست دادنش میشکنه برای بیمار گشتنش میشکنه نه بالله زند شام کور شده چی؟ رجبالی بچم چشمای تم نمیبینه من نتونستم اوچه جون من شما زیقی نکنین بینایش شما 100% یگان کمبودی نیست فقط این سوزن خودش عیب داره معده بدای نمیشه گذرونده اینه من نمیتونم اینه خدا با شکر با ما میگم که کسالی قن مرا کور کرده خدا با شکر که عیبی سوزن بده بچمی اوچه جون هگه خیلی چشمای شما انشالله که ای چشمای ما در خوبتر بهتر میبینه شما در شب رنگی روز میبینین اوچه اینجا فقط چی پرابلمه اینه می سوزن برای همه اوچه جون انشالله ما امیدواریم که خداوند عمرتون دراز کنه ولی تویای نبیروتون رو میبینین با فرزندای نبیروتون رو میبینین برای همه زیقی کردن در کار نیست اوچه آزی من خدا میرم رشته و سوزنی دیگر میارم موافق میارم بگیرین کارتون ها بکنین که شما آرام نمیگیرین ها مایل اوچه مایل سوزنی نغز بیار که ما بینم رشته گذارونده تونو خوب اوچه مایل بچه خدا با شکر خدا با شکر خدا با شکر که عیبی سوزن بده یه قضیق شدیم که کسالی قن مرا کور کرده خدا با شکر هزاران بار شکرت خدا جانی ها مردک
чашмои шуморам ранги очатон нобино шидае ки риштаро аз сӯзан гузаронда наметонем. ای زنکی ساده، زنکی ابله، دستات میشکنه همین سوزن برای بگذرانی؟ ها؟ ای بی عقل، من چشمم 100% میبینه. فهمیدی؟ 2 کیلومتر دور میبینه. لیکن من به خاطری رشته را در سوزن نگذراندم که مادر کسل بدنش حس نکنه، مادر نابینا شدنش حس نکنه، مادر جوانیش از دست دادنش حس نکنه. میفهمی؟ مادر تمامی هستیش، تمامی نیروش به خاطر ما صرف کرد، به خاطر خوشبختی ما و تو صرف کرد. شب شب نگفت، روز روز نگفت، برای فرزندان مهنت کرد، زحمت کشید. و امروز ببین چشماش از دست داده، سلامتیش از دست داده. حتی کلینی ابله باشه عقل نمیگیره که یه رشته را از سوزن بگذرانی. حالا که 18 سال ما را خران پشان کلان کرد و امروز ما در خدمت تیم و مادری ما حق حقوقی نداره که یک سوزن تو بگذرانی. ها؟ مادری ما حق حقوقی نداره که یک آی تارتش بدی. فراموش نکن در حیات، در زندگی هر یک نفری ما خوازنیم، خوامردیم، چی کاری میکنیم، چی چیزی که میکاریم، انمو حاصلی کاریدگی مونه یک روز نه یک روز درو میکنیم. ترم یک روز خوشنامان میشه، ترم یک روز مادر میشه. بعد هم خیلی بی‌قدریت میکنن. میفهم اینا نبینیم تا اینجا. ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон, фаромӯш накунед чӣ хеле ки шумо наворо тамошо карден. аз шумо чӣ мера бародаро? фақат як дона лайк, дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намуна подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. иншааллоҳ ки навораи хубу тарбиявиамо пешкаши шумо мегардонем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.